سلام بچه ها، چه خبر؟ رضا گیم افتی هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید من. بعد از یک ماه سخت و سنگین و سخت، یک ماه که نه، 2 ماه سنگین درس خوندم و من از درسم زده شدم. درسم رشته ریاضی فیزیک دهم هستم و تازه وارد دبیرستان شدم و بسیار سخت است و چونم داره جر میخوره. ببخشید اینطوری شدم. حالا اونا بکنم. خوش اومدید به ویدیو جدید من. نکنید امروز اومدیم با هم یه گلیچ خوشگل بزنیم و تاکید میکنم این گلیچ مخصوص کسانی است که رددشون زیاد آپدیت نخوردیده باشه. گرفتین؟ یعنی مخصوص کسانی هستی که بازی ردد شما زیاد آپدیت نخورده باشه. یعنی مثلا برای نسخه های آپدیت اول، آپدیت دوم، شاید آپدیت سوم بخوره. مثلا الان فکر کنم ردد نزدیک 4-5 تا آپدیت داده. حالا اگه آپدیت آخر دارید، یعنی 1491 نسخه رددتون، این گلیچ روشون تاثیر نمیذاره. و اگر نسخه های قدیمی نمیدونم 1360 چیا بود روی جواب میده و بیشتر روی PS4، آپدیت PS4 و PS5 اگه آپدیت آخره بیشتر جواب میده. پس بچه‌ها اگه PS4 و PS5 دارین میتونید این ویدیو رو نگاه کنید و باش این گلیچ شمشیر طلا رو بزنید. با این گلیچ میتونید 15,000 تا پول در بیارید. البته اگه 30 تا آوردین. البته که کیف افسانه شرقی هم که دارید، بهترین کیف بازی است، میتونید 99 تا از اون شمشیر طلا بده و $49 $49,000 بزنید تو جیب و بتونید باهاش اسبای سوسی رو بخرید. حالا پس اگه پی سی دارین که رددتون آپدیت خورده، این ویدیو به دردتون نمیخوره. ولی اگه PS4 و PS5 دارید و رددتون هم نسخه اول بازی هست، نسخه اول، دوم، شاید سوم هم باشه، اگه این 3 تا باشه راحت میتونید این گلیچ رو انجام بدید و صاحب پولهای ردد بشید. پس اگه از این ویدیو خوشت میاد لایک و سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو روشن بذار و تا وقتی که ویدیو میذارم یوتیوب گفته رضا گیم افتی دوباره برگشته و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه وارد بازی میشیم و میخوایم بهتون یاد بدیم که چطوری این گلیچ رو انجام بدید. بریم سراغش. وارد شهر سوخته میشوید و به قسمت شمال که اینجا هم در نقشه میبینید و در همینجا هست، این خونه را انتخاب میکنید. همین الان روش با پوینت میزنید و این خونه را انتخاب میکنید و به سمتش حرکت میکنید. از پیاده میشویم و وارد اتاق شریف شهر سوخته میشویم و در زیر همین میز شریف یک جعبه پیدا میکنید که توش یک نامه و یک عدد شمشیر طلا هست. بعد از باز کردن این جعبه به شمش و نامه هیچ دستی نمیزنید و مستقیم از اتاق شریف میاید بیرون و یک کمپ در همین گوشه ها برای خودتان میزنید. بعد از کمپ زدن به هر مدتی که دلتون میخواد میخوابید. وقتی که صبح شد مستقیم کمپتون رو جمع میکنید و به سمت شهر سوخته حرکت میکنید.
بعد از رسیدن به اتاق شریف شهر سوخته واردش میشوید و میرید به سمت جبل. بعد از رفتن به پشت میز میبینید که یک شمش طلا است و هیچ اثری از نامه نیست و میتوانید به اندازه 30 عدد از این شمش طلا بردارید. مشاهده میکنید که الان ما 30 عدد از این شمش ها را داریم. سوار اسبتان میشوید و وارد مپ بازی خودتان میشوید و نزدیکترین فنسی که هست رو برای خودتان انتخاب میکنید. بعد از رسیدن به فنس مورد نظر به سمت اون حرکت میکنید. بعد از رسیدن به فنس از اسبتان پیاده میشوید و آن 30 شمش طلایی که دارید را به این مغازه دار میفروشید. الان مشاهده میکنید که ما به اندازه $15,000 پول داریم و این گلیچ به خوبی انجام شده است. بعد از اینکه این گلیچ را انجام دادید میتوانید هر چیزی را بخرید و طول میکشد که تمام بشود و میتوانید هر بار به سمت شهر سوخته بروید و شمش طلا بردارید. خب سلام بچه‌ها، خوش اومدید دوباره. ریدم فکرم اول بود. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. گلیچ شمش طلا رو زدیم و $15,000 پول ناقابل کردیم توی جیبمان. حالا اونا به کنار، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و سعی میکنم براتون ویدیوهای بیشتری بذارم. سعی میکنم دنبال موضوعات جدیدی بگردم و براتون ویدیوهای زیادی درست کنم. پس اگه از اینجور مدل ویدیو خوشت میاد لایک و سابسکرایب رو بزن، زنگ الارم روشن بذار تا یوتیوب بهت خبر بده رضا گیم افتی دوباره برگشته. هی قاطی میکنم اونو به کنار. و اگه از این جور مدل اگه موضوعاتی دارین بگین، من توی ردت انجام بدم ویدیوشو براتون بذارم. نوکرتونم میشم. اگه اوتفیتی چیزی میخواید بگید من بذارم. بگید دیگه، ناموسن دنبال کامنت میگردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب من فراموش نشه تا ویدیوی بعدی که براتون میذارم. خدا نگهدار شما. رضا گیم افتی دوستتون داره. بای.